سلام و عرض ادب. بنده سایی، کارشناس فروش شرکت خانه آب آویژه هستم و قصد داریم توی این ویدیو کوتاه در مورد نصب هوزینگ‌های استیل صحبت کنیم. برای راه اندازی هوزینگ‌های استیل، ابتدا باید درب بالایی هوزینگ را باز کنیم که در این فیلم درب بالایی هوزینگ از نوع کلمپی می باشد. بعد از باز کردن درب بالایی هوزینگ، مهره‌ها و صفحه بالایی را از داخل هوزینگ بیرون می آوریم. اجزای هوزینگ با توجه به مدل هوزینگ متفاوت می باشد، ولی در این ویدیو هوزینگ شامل فنر، صفحه بالایی، مهره‌ها و اورینگ می باشد. در مرحله بعد باید فیلترهای کارتریج را در هوزینگ جایگذاری نماییم و در صورتی که هوزینگ فنر و صفحه بالایی دارد آن را در جای خود قرار داده و مهره‌ها را ببندیم. و در نهایت کلمپ هوزینگ را به وسیله بست و یا پیچ مخصوص می بندیم. البته هوزینگ‌های وارداتی شرکت خانه آب آویژه انواع متفاوتی دارد که در آن درب بالای هوزینگ از نوع پیچ و مهره نیز می‌تواند باشد. همچنین ورودی و خروجی هوزینگ‌ها می‌تواند رزوه‌ای یا فلنچی باشد. و در آخر بهتر است برای اطلاع از فشار کاری داخل هوزینگ یک فشارسنج بر بالای هوزینگ نصب شود. ممنون که با ما همراه بودید. در صورت داشتن سوال با واحد فنی شرکت خانه آب آویژه تماس حاصل فرمایید.